تجدید و از نوسازی قطعه شکیف قلعه خنب راه اتومبیلگرد با جلب 82 عدد تکنیک و مکانیزم‌های راهسازی با صورت ادامه یافته ایستاده است. از روی لایحه 25 کیلومتر و 640 متر راه موافق معیارهای حاضر زمان ساخته می‌گردد. برای انجام همه کارهای ساختمانی 3 میلیون و 271 هزار و 549 دلار آمریکایی مصرف می‌گردد. فرمایشگر لایحه وزارت نقلیات جمهوری تاجیکستان بوده، مبلغ نام برده از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان و بانک اسلامی رشد پرداخت می‌گردد. از روی اطلاع مهندس راهساز محمد جان شیرینجانов عین حال 90% کارهای زمینی انجام داده شده، دیگر کارهای ساختمانی در جریانند. در دایره لایحه کارهای زمینی 1 میلیون و 200 هزار متر مکعب می باشند و ساختمان عین حال با درجه بلند با سطح بلند کاری رفته ایستاده است. کارهای ساختمانی از طرف شرکت چینایی چاینا رود ساختمان راه‌ها و کوپرک‌ها ادامه دارد. در رفت صحبت با محمد جان شیرینجانов معلوم گشت که در ساختمان راه از طرف شرکت مشورتچی متخصصان صاحب تجربه از کشورهای چین، کره و عربستان رفت کارهای ساختمانی را نظارت می‌کنند. در بنیاد راه 409 نفر متخصصان و کارگران مهندسی تکنیکی به کار جلبند. 374 نفری از آنها از حساب ساکنان محلی میباشند. به این وسیله به حد امکان در ناحیه درواز سطح بیکاری کاسته می‌گردد. علاوه‌اً در رفت کارهای ساختمانی کارگران مهارت خود را صیقل می‌دهند. در نظر است که راه اتومبیلگرد از 2 خط حرکت عبارت بوده، پهنایی آن به 12 متر می‌رسد، قسمت منفرش کرده باشد 7 متر را تشکیل می‌دهد. با مقصدی از تراوش آب‌های موسمی امین نگاه داشتن آن در هر دو طرف جویبارهای آبپرتا ساخته می‌گردند. علاقه قسمت زیادی کارهای ساختمانی انجام داده شدند. وسیع‌کنی راه در خمگشت‌ها ادامه یافته ایستاده تا ماه آگوست همه کارهای ساختمانی انجام داده می‌شوند. راه مذکور موافق معیارهای حاضر زمان ساخته گردیده در برابر منفرش‌کنی در این موضع یک عدد پول و نقب ماشین‌گذار که زیاده از 300 متر درازی دارد بنیاد می‌گردند.